سلام دوستان، توی این ویدیو من در مورد انواع سبک دلبستگی و پویایی رابطه که بین اونها میتونه اتفاق بیفته صحبت میکنم. به طور کلی انواع سبک دلبستگی چطور با سبک‌های دلبستگی دیگه وارد رابطه میشن و پویایی و داینامیک رابطهشون چطور هست. 3 تا سبک دلبستگی که اینجا بحث میکنم ایمن، اضطرابی و سبک دلبستگی اجتنابی هست. خب ببین، هر کدوم از اینها میتونن با هم دیگه وارد رابطه بشن. قاعدتاً بهترین و پایدارترین حالت رابطه این هست که یک نفر که سبک دلبستگی ایمن داره با یک نفر دیگه که سبک دلبستگی ایمن داره وارد رابطه بشه. این رابطه پایدارترین حالت رابطه عاطفی میتونه باشه که هر دو طرف میتونن بیشترین رضایت خاطر رو از رابطه عاطفیشون داشته باشن. یک شخص ایمن با سبک دلبستگی ایمن با شخص دیگه با سبک دلبستگی ایمن. این به این دلیل اتفاق میفته که هر شخص ایمنی توی پوست خودش به تنهایی راحته، توی پوست خودش به تنهایی اعتماد به نفس بالا و فوق‌العاده‌ای داره، توی پوست خودش از زندگی لذت میبره به صورت منفرد و موقعی که کنار یک نفر دیگه با سبک دلبستگی ایمن قرار میگیره که اون هم چنین شرایطی رو داره که تو پوست خودش راحته، اعتماد به نفسش بالاست، از زندگی لذت میبره، کار و زندگی خودش رو داره، در هر صورت موقعی که این دو نفر کنار هم دیگه قرار میگیرن بهترین حالت رابطه عاطفی میتونه پیش بیاد. خب اگر که سبک دلبستگی ایمن با اضطرابی یا اجتنابی وارد رابطه بشه، همچنان به خاطر اینکه یک طرف قضیه ایمن هست تا حد خوبی میتونه رابطه رو پیش ببره و کنترل کنه، گرچه به ایدئال ایمن و ایمن نیست، ولی همچنان موقعی که یک طرف هم ایمن هست تا حد خوبی میتونه اون رابطه رو کنترل کنه. یعنی موقعی که ایمن هست متوجه است که خب شخصیت اضطرابی شخصیتی که مقدار کلینگیه و خودش رو میخواد بچسبونه به طرف مقابل، متوجه این موضوع هست و این رو هندل میکنه. و موقعی که ایمن با اجتنابی هم وارد رابطه بشه، اجتنابی هم یه مقدار فضا میخواد، میخواد از رابطه فاصله بگیره و ایمن باز هم این رو درک میکنه و بهش فضا میده. بنابراین تا حد خیلی خوبی میتونه باز هم رابطه رو پیش ببره، گرچه گفتم به ایدئالی ایمن با ایمن نیست. اضطرابی اجتنابی هم که حالا در ادامه بهش میپردازم چون یک بحث مفصل تریه. خب من از ایمن با ایمن شروع کنم که میتونه پایدارترین حالت رابطه عاطفی باشه. خب موقعی که دو نفر با سبک دلبستگی ایمن کنار هم قرار میگیرن، فرض کنید این یک نفر ایمن و این هم یک نفر دیگه ایمن، موقعی که این دو نفر کنار هم قرار میگیرن، ببینید صرفا این 2 تا دایره کنار هم قرار میگیرن. حالا یکیشون مرد ایمن اینجا ما در نظر میگیریم، یکیشون زن ایمن. موقعی که این 2 نفر با همدیگه وارد رابطه میشن، یک رابطه پایدار و خوب دارن به این دلایلی که الان ذکر میکنم. ببینید حالا من اینجا ویژگی های مثلا مرد ایمن رو میگم، از این طرف هم شما میتونید همینا رو کپی کنید برای زن ایمن، یعنی همین چیزایی که این طرف اتفاق میفته این طرف هم برای زن داره اتفاق میفته. خب موقعی که این 2 نفر با هم وارد رابطه هستن، گرچه به هم وابستگی و کودپندنسی دارن، یعنی به هم وابستگی یعنی چی؟ مثلا زن خونه میمونه، از بچه‌ها مراقبت میکنه، کارهای خونه رو به عهده میگیره، مثلا مرد میره بیرون مثلا پول در میاره، خرج خونه رو میده، یه همچین چیزی، یا حالا به هر طریقی که خودشون تصمیم میگیرن، یا هر دوشون کار میکنن مشترکاً، هر دوشون کارهای خونه رو انجام میدن مشترکاً، یا هر چیزی. به طور کلی یک به هم وابستگی دارن، ولی به این شکل که کارها رو بتونن تقسیم کنن و زندگیشون پیش بره از این قبیل. در عین حالی که اینها اون به هم وابستگی رو دارن توی زندگی که هیچ مشکلی هم نداره و پذیرفته هست، هر کدوم از اینها شخصیت‌های منفرد خودشون رو حفظ میکنن. برای مثال مرد ایمن همواره
خودش اولویت اول زندگیشه. زن ایمن هم به همین ترتیب، زن ایمن هم خودش اولویت اول زندگیشه، حتی با اینکه وارد رابطه میشن و از این قبیل. مرد ایمن علاوه بر اینکه حالا با همسرش، با پارتنرش سرگرمی‌های مشترک دارن، سرگرمی‌های خودش رو داره. مرد ایمن، برای مثال اگر مثلا مرد ایمن قبل از وارد رابطه شدن کوه میرفته، همچنان بعد از رابطه‌ش هم حالا سرگرمی مستقلش رو داره. هرچند میگم سرگرمی‌های مشترکشون خب بحثش متفاوته، ولی هر کدوم از اینها میتونن سرگرمی مستقلشون رو داشته باشن. سرگرمی‌های مستقل خودش رو اگر که داشته و دوست داره که داشته باشه همچنان داره، یعنی این زن تحت تاثیرش قرار نمیده. مرد ایمن و همچنین زن سرگرمی خودش رو داره. مرد ایمن دوستهای همجنس یا دوستهای مرد داره و زن ایمن دوستهای زن داره. یعنی با همونطوری که توی دوران قبل از رابطهش با دوستان مردش به اصطلاح وقت میگذرون، همچنان اون جمع خوب دوستانش رو داره. حالا من توی یک ویدیوی دیگه انحصاراً در مورد این صحبت میکنم که چرا اصلا کلاً یک مرد حتی موقعی که وارد رابطه است با زنه باید دوستهای مردش رو حتما حفظ کنه و حتی در جهت مثلا حفظ کردن اونها تلاش کنه. دلایلش رو بعداً میگم که خیلی مهمه، به خاطر دلایلش رو توی ویدیوی دیگه میگم. بعد مرد ایمن دوستهای مردش رو داره، با هم میرن بیرون، هنگ اوت میکنن، وقت میگذرونن و از این قبیل. مرد ایمن روابط عاطفی که از قبل داشته رو داره، حالا با خانوادهش، منظورم خانواده و پدر مادرشن دیگه، خانواده، پدر مادر، خواهر و برادر. از این طرف هم زن ایمن اون روابط عاطفیش رو، روابط عاطفی خوبش رو با خانوادهش، با پدر مادر، خواهر برادر، هر اون چه که قبل از رابطه داشته همچنان حفظ میکنه و رابطه عاطفی خوبی با اونها داره. و مرد ایمن هدفش از زندگی مشخصه، هدف، شغل، کار، و در پی اون در حال تلاشه. هدفش از زندگی مشخصه. زن ایمن هم همینطور. زن ایمن هم هدفش از زندگی مشخصه، حالا شغلش یا هر چیزی که هست آرمانش مشخصه و در جهت اون داره تلاش میکنه و در جهت اون داره حرکت میکنه. خب و یک سری فاکتور دیگه که خودتون میتونید حدس بزنید که هر کدوم اینها توی پوست خودشون هم از زندگیشون لذت میبرن، گرچه کنار هم که هستن دوستهای خوبی هستن، کنار هم که هستن سرگرمی‌های مشترک دارن، کنار هم که هستن کمک هم دیگه میدن، کنار هم رابطه عاطفی خوب دارن، ممکنه آرمان و هدف مشترک هم کنار هم داشته باشن، ولی در عین حال هر کدومشون توی ذهن خودشون به صورت منفرد اینها رو هم دارن. خب موقعی که حالا به هر دلیلی این دوتا از هم جدا بشن یا یکیشون فوت کنه یا هر اتفاقی بیفته که یکی اینها از هم جدا بشن به هر دلیلی، اوکی، اینها مجدداً که از هم جدا بشن دوباره یک شخصیت ایمن. ببینید تمام این چیزهایی که داشته رو هنوز داره و برای زن هم همینطور. گرچه ناراحتی و غم و غصه و این صحبت ها هست بعد از جدایی، بعد از دست دادن یک نفر یا هر اون چه که اتفاق میفته، ولی اون بحثش جداست. این طرف میتونه برگرده به شرایط عادی زندگیش و تمام چیزهایی رو هم که داشت هنوز داره. اوکی. خب این از شخصیت ایمن با شخصیت ایمن و موقعی که شخصیت منفردشون رو حفظ میکنن و چیزهایی که باید توی زندگی مشترک به صورت منفرد توی ذهنشون حفظ کنن حفظ میکنن، موقعی هم که به هر دلیل جدا شدن همچنان توی پوست خودشون راحتن و شخصیت منفرد و منحصر به فرد خودشون رو حفظ کردن و دارند.
خب این از شخصیت ایمن با ایمن. اگر شخصیت ایمن با شخصیت اضطرابی یا اجتنابی وارد رابطه بشه، همونطور که گفتم تا حد خیلی خوبی میتونه این رابطه رو کنترل کنه و پیش ببره. گرچه خب ممکنه یک جایی دیگه بیش از حد بشه و اون رابطه هم مثلا به جدایی بیانجامه یا اونطوری که باید فوق‌العاده پیش نره، به خاطر اینکه باز یک طرف اینسکیور و ناایمن هست. ولی همچنان اگر یک طرف ایمن باشه، باز تا حد خیلی خوبی میتونه رابطه رو پیش ببره. ولی موضوعی که احتمالاً مورد علاقه شماست، به خاطر اینکه کنجکاو هستید در موردش، رو میخوام بیشتر اینجا بحث کنم. شخصیت اضطرابی و شخصیت اجتنابی. خب این بار ما 2 تا دایره میکشیم، یکی اضطرابی و یکی اجتنابی. خب این 2 تا شخصیت با هم وارد رابطه میشن. خب حالا یکیشون مرد هست، یکیشون زن. این 2 تا کنار هم قرار میگیرن و یکیشون اضطرابیه و یکیشون اجتنابیه. حالا مثلا میگیم این مرد این زن، یا فرقی نمیکنه، ممکنه هر طوری باشه و برعکسش یا هر طوری. خب این 2 تا شخصیت وارد رابطه با هم میشن و 2 تا دایره باز کنار هم قرار گرفتن و هنوز شخصیت‌های منفرد خودشون رو حفظ کردن. اگر که شخصیت اضطرابی و اجتنابی باشه، برای این مثال موقعی که ماه عسل هست و هنوز دارن از دوران ماه عسل، حالا ممکنه 6 ماه، 1 سال، 2 سال یا هر چقدر باشه دیگه، تا موقعی که یا 3 ماه، 6 ماه یا هر چقدر که هنوز دارن از هم لذت میبرن و خوش میگذرونن و زندگیشون با چالش و چالش و مشکلات و اینا روبرو نشده و توی ماه عسل هستن، برای مثال، این 2 تا دایره کامل همچنان کنار هم هستن. و حالا من چون اینجا حالا اضطرابی و اجتنابی ترجیح میدم زن و مردش، حالا مهم نیست. یعنی اینجا فرد اجتنابی خب فاصله میخواد، فرد اضطرابی میخواد خودش رو بچسبونه به فرد اجتنابی. اینجا همچنان اوکیه، اینجا همچنان فرد اضطرابی خیلی نزدیک نشده به فرد اجتنابی و فرد اجتنابی اونقدر احساس خطر نمیکنه که بخواد دور بشه. ولی متاسفانه اتفاقی که میفته، رابطه که پیش میره، این اتفاق میفته که بهش میگن فیوژن یا ذوب. این فیوژن یا ذوب، این 2 نفر ذوب هم دیگه میشن و شخصیت منفرد خودشون رو از دست میدن. فقط مخصوص اضطرابی و اجتنابی نیست، این توی خیلی از رابطه ها اتفاق میفته. توی بعضی از رابطه ها ممکنه بعد از 10 سال اتفاق بیفته، یعنی بعد از 10 سال طرف دیگه خودش رو گم کنه و به صورت خودش، به صورت مستقل، شخصیت منفردی از خودش نداشته باشه، یک هویت منفرد برای خودش نداشته باشه. این پدیده ذوب توی خیلی خیلی از رابطه ها اتفاق میفته. حتی اگه به فرض یک مرد سبک دلبستگی ایمن داره و تا حد خیلی خوبی زندگی رو پیش میبره، ممکنه حالا به دلیل بالا پایین زندگی یا هرچی بعد از 10 سال دوره این ذوب اتفاق بیفته و خیلی کلا این پدیده کامنیه. ولی در مورد اضطرابی و اجتنابی میخوام توضیح بدم، اینجا این اتفاق احتمالاً زودتر میفته. ولی مسئله‌ای که هست، این ذوب اضطرابی و اجتنابی یه مقدار با همدیگه فرق میکنه. شخصیت به خاطر اینکه اون کسی که در اصل اینجا ذوب شده، اون شخصیت اضطرابی هست. یعنی خب اولا که من اینجا بگم که خب به هر حال اون چیزهای، صفات خوبی که برای فرد ایمن برشمردیم،
اینها ندارن دیگه. فرد اضطرابی نمیتونه مستقل باشه، میخواد وابسته باشه به یک نفر و میخواد خودش رو به یک نفر بچسبونه و فکر میکنه خودش برای خودش کافی نیست و همیشه یک خلأ عاطفی داره که میخواد یک نفر دیگه اونو پر کنه. از اون طرف فرد اجتنابی میخواد به صورت عاطفی مستقل باقی بمونه، چون توی کودکیش از این که از احساسات و عواطفش نتیجه ندیده و احتمالاً ضربه هم دیده، بنابراین تمام احساسات و عواطفش رو شروع کرده به نادیده گرفتن، سرکوب کردن و از این جمله و ترجیح میده که برای زندگیش رابطه عاطفیش رو، احساسات عاطفیش رو مستقل نگه داره. و از این طرف باز فرد اضطرابی نزدیکی میطلبه، نزدیکی هر نوعش دیگه، فیزیکی، عاطفی. بعد باز از این طرف فرد اجتنابی فضا میخواد، فاصله میخواد، باز هم فاصله از هر نوعش، عاطفی یا فیزیکی. من اینجا می نویسم عاطفی یا فیزیکی، عاطفی و فیزیکی، و این هم به همین ترتیب. خب اتفاقی که میفته این فرد اجتنابی، من یه چیزی رو اینجا مشخص کنم. ببینید اگر که یک فرد اجتنابی با یک فرد اضطرابی وارد رابطه میشن و از یک جایی به بعد جدا میشن، من اینو گفتم توی ویدیوهای قبلی که توپو نباید بندازید توی زمین فرد اجتنابی که تقصیر اون بوده و اونها ما رو رها کردن، اونها سرد شدن، اونها خاموش شدن، اونها فاصله انداختن و از این جمله. هر دو طرف، هم اضطرابی و اجتنابی، میتونن به یک اندازه مقصر باشن و همونقدر که فرد اجتنابی باید روی خودش کار کنه تا به یک سبک دلبستگی ایمن تبدیل بشه، فرد اضطرابی هم نیاز داره که روی خودش کار کنه تا به یک فرد با سبک دلبستگی ایمن تبدیل بشه. بنابراین این باید براتون مشخص باشه که همونطور که فرد اجتنابی از روی به صورت ناخودآگاه با اون مکانیزم دفاعی و اون سیستم عصبی که درونش شکل گرفته از کودکی داره مقابله میکنه با چیزی که براش اتفاق میفته و استقلال میخواد و فضا میخواد، و فرد اضطرابی هم باز با توجه به اون چیزی که توی دوران رشد براش اتفاق افتاده به صورت ناخودآگاه میخواد خودش رو به یک نفر بچسبونه و دائما نزدیکی میخواد برای ولیدیشن و برای اعتبار. دائما میخواد مطمئن شه که طرف مقابل دوستش داره و دائما میترسه از اینکه طرف مقابلش رو از دست بده و دائما میخواد بهش بچسبه. این بر اساس این ناخودآگاهش داره عمل میکنه، اینم بر اساس ناخودآگاهش عمل داره میکنه و هیچ کدوم نمیتونه اون یکی رو مقصر بدونه. منتها کسایی که توی فضای اینترنت بیشتر حداقل صحبت میکنن، افراد اضطرابی هستن، کسایی که خودشون رو بیان میکنن، حالا توی کامنت ها یا هر چیزی، افراد اضطرابی هستن و فکر میکنن که افراد اجتنابی مقصر قضیه هستن، در صورتی که اینطور نیست. ادامه ماجرا اینه که فرد اضطرابی و اجتنابی کنار هم قرار گرفتن و اون ذوب که نباید اتفاق افتاد و موقعی که این دوتا به هر دلیلی از هم جدا میشن، این فرد اجتنابیه و این فرد اضطرابی، و این چیزی که اینجا اتفاق افتاده، این خلأ عاطفیه. ببینید اینکه این اجتنابی همچنان یک دایره کامل من اینجا کشیدم به این معنی نیست که بعد از اینکه این جدایی بین این دو نفر اتفاق افتاد، فرد اجتنابی سالمه، دست نخورده است، درد نکشیده است و از این جمله. نه، فرد اجتنابی از یک جایی به بعد، قبل از اینکه اصلا از رابطه به صورت فیزیکی خارج شه، به صورت عاطفی از رابطه خارج میشه. یعنی این اتفاق میفته دیگه.
شما وارد رابطه میشید، بیش از حد بهش نزدیک میشید، به این نقطه میرسید که بیش از حد نزدیک میشید. اینجا اجتنابی احساسات و عواطف خودش رو به صورت ناخودآگاه با زمان مکانیزم دفاعیش احساسات و عواطفش رو خاموش میکنه و به صورت احساسی توی اون نقطه دیگه از رابطه خارج شده. و این باز هم به این معنی نیست که شما رو دوست نداشته یا دوست نداره، بلکه اون چیزیه که از ناخودآگاهش داره برمیاد و تا موقعی که به صورت خودآگاه اونو روش کار نکنه و ترمیم نکنه که ممکن ازش آگاه باشه، ممکن ازش آگاه نباشه، این همین آشه و همین کاسه. از طرفی اضطرابی هم همینطور. اضطرابی هم بر اساس باز ناخودآگاهشه که داره بیش از حد نزدیک میشه و نمیتونه تحمل کنه که نزدیک نشه، نمیتونه تحمل کنه از یه نقطه‌ای مثلا جلوی تکست دادن خودش رو بگیره، جلوی زنگ زدن خودش رو بگیره، یک مقدار فاصله بده، یک مقدار عقب بشینه. این هم نمیتونه. هیچ کدوم اینها توی اون برهه نمیتونن خودشون رو کنترل کنن و جهت‌دهی مناسب داشته باشن. برای همین این جدایی اتفاق میفته. و اجتنابی چون از قبل به صورت عاطفی خودش رو خاموش کرده بوده، باز هم میگم این به این معنی نیست که درد نکشیده و درد نمیکشه، بلکه اون احساسات و عواطفش رو سرکوب میکنه، نادیده میگیره و حواس خودش رو پرت میکنه. حالا با یک رابطه جدید، با سرگرمی جدید، با شغلش، با هر چیزی حواس خودش رو پرت میکنه تا اون درد رو نکشه و این هم باز به صورت تا حد زیادی به صورت ناخودآگاه و مکانیزم دفاعی و اون سیستم عصبیش اینطوری طراحی شده و اونطوری شکل گرفته توی ذهنش که این کار رو انجام میده. وگرنه این هم دردهای خودش رو میکشه، این هم متاسفانه این دردهایی که درونش سرکوب میکنه اینها جمع میشه درونش. اینطور نیست که آزاد شه و رها شه و از بین بره. در عوض اینجا اضطرابی خب اون درد رو بیشتر احساس میکنه، ولی این قابلیت رو هم داره که این درد رو کنار بذاره، به خاطر اینکه ساپرسش نمیکنه دیگه، سرکوبش نمیکنه، جمعش کنه داخل. این درد رو احساس میکنه و قابلیت این رو داره که از اون درد استفاده کنه تا اولا که اون درد رو احساس کنه و اون رو پروسس کنه، ولی هم از این موقعیت هم استفاده کنه تا اون درد رو کنار بذاره و اون درسش رو از زندگی بگیره و خودش رو به سبک دلبستگی ایمن تبدیل کنه. این خلأ عاطفی به دو دلیل اینجا به وجود میاد. یکی بحث در اصل تروما باند که شبیه عشق ولی عشق نیست. و یکی بحث دیگه‌ش هم اینه که درد آشنا به خاطر این درد آشناست که توی داینامیک این رابطه موقعی که اینا با هم بودن و توی این نقطه که اجتنابی سرد شده، اضطرابی خب اجتنابی مثلا هی سرد و گرم شده، هی هل دادن و کشیدن و اینها بوده و اضطرابی این رو یک درد آشنا از کودکیش میبینه که موقعی که کودک بوده همین توی روابط عاطفیش پیش اومده که عشق مدام بهش داده نمیشده، عشق با فاصله بهش داده میشده، یعنی گاهی وقتا بهش داده میشده، گاهی وقتا بهش داده نمیشده. بنابراین این حس درد آشنا یکی از دلایل اون خلأ عاطفیه و یکی همی که اون در اصل دوچار همون تروما بانده که فکر میکنه عشقه ولی عشق نیست، در اصل یک اثر حالت اعتیاد هست، ادیکشن. حالت اعتیاد هست به خاطر اینکه اون باز هم به خاطر اینکه اون نزدیک شدن و دور شدن فرد اجتنابی رو توی اینجای رابطه با خودش دیده و این بحث سرد شدن و گرم شدن دقیقاً اونطوری عمل میکنه که شبیه مواد مخدره و این یک حالت اعتیاد آوره. یعنی فکر میکنه بعد از جدایی فکر میکنه که تنها چیزی که میتونه درمانش کنه فرد اجتنابیه، به خاطر این تروما باند، به خاطر این
درد آشنا و به خاطر اون اثر شبیه اعتیاد که این رابطه داشته از یک جایی به بعد براش و فکر میکنه که این فرد اجتنابی میتونه یک به اصطلاح افیونی باشه بر روی زخمهای دلش، در صورتی که کار درست این هست که روی خودش کار کنه و خودش رو به شخصیت ایمن تبدیل کنه. یعنی باید این رو بفهمه که این دردی که داره میکشه و دردی که داره تحمل میکنه به خاطر و اون رغبتی که داره که برگرده به شخصیت اجتنابی صرفاً به خاطر اینه که این شبیه یک اعتیاد به نظر میرسه و موقعی که بفهمه که این تنها یک افیون هست و درسته که فکر میکنه درون ذهنش که اون افیون میتونه این رو آروم کنه، ولی خب اون جدایی به دلایلی اتفاق افتاده، اون دلایل رو اون موقع فراموش میکنه و فقط ذهنش میخواد که این رو به اون افیون برگردونه، به اون مسکن برگردونه. برای همین تنها صفات خوب، تنها خاطرات خوب، تنها لحظات خوب فرد اجتنابی رو به رخش میکشه موقعی که اینها تازه از هم جدا شدن تا برش گردونه به اون مسکن و آرامش دهنده زندگیش. ولی خب کار درست این هست که فرد اضطرابی این مشکل رو بفهمه چرا، بفهمه فرق بین عشق و تروماباند و بفهمه فرق بین عشق و اعتیاد رو. وقتی که بین این دوتا بتونه تمایز قائل بشه و بدونه که عشق یعنی این که من تو رو دوست دارم برای خودت، اوکی. اعتیاد یا دلبستگی یا هر چیزی یعنی من تو رو دوست دارم برای خودم، برای اینکه منو آروم کنی، که در نتیجهش هم چیزی جز درد نیست. بنابراین فرد اضطرابی باید متوجه این قضیه بشه که چرا این درد رو داره میکشه، چرا تمایل داره که به فرد اجتنابی برگرده و شروع کنه روی سبک دلبستگی خودش کار کردن که من توی ویدیوی دیگه بهش خواهم پرداخت. امیدوارم ویدیو براتون مفید بوده باشه. نظراتتون رو توی بخش کامنت ها شیر کنید و لایک و سابسکرایب کنید. ممنونم. موفق باشید.